سلام دوستان عزیز، امروز واسهتون چی آوردم اگه بدونید. میدونم یکم دیر شد، دوستان دیگه احتمالا ویدیوش گذاشتم، ولی خب من میخوام براتون بذارم دیگه. میدونم یکم دیر شده، ولی خب اون موقع که تازه اومده بود من این محصولات گرفته بودم. به نظرتون از گوشی لایف تبلیغ نمی‌کنم، با فروشگاه خوبی اگه میخواید میتونید از این فروشگاه بخرید. خب من یه بار آنباکس کرده بودم اینا، ولی خب گفتم به شما نشون بدم. چیزی نیست جز هیلو W1 ANC. هیدستی که خیلی حال میکردم باش، سرمه‌ایش بود، عشق میکردی. بعد که دیگه ایکس پرو اومد که خدا طرفدارش اگه هستید حتما اقدام کنید بهش. بگو چرا. خب ببین تو جعبه چیه؟ توش موزه ماما، موز. رنگ و نگاه، خدا وکیلی رنگ و نگاه، سیلور سفید. بریم دیگه چی داره. آقا چیه من آقا یه دونه چیز داره، یه کاتالوگ داره، یه چیزایی بر خودش نوشته، توضیحات چینی برقرار کرده واسه خودش. من نمیفهمم ولی این ورش انگلیسی. دوستانی که میخوان توضیحاتشو داده، بهتون میگم چرا گفته. مشخصه دیگه چی میگه، نگه من میفهمم. دیگه چی داره توش، دیگه چی داره بره کنار تو برون بر. خب سیلیکانی داره، قبول نیست آقا. من یه دونه واسه یکی از دوستانم گرفته بودم، اگر که یادتون باشه ایتیو پروشیومی 6 مدل فقط سیلیکون داشت. این 2 مدل داره، 2 تا و 2 تا که حالا واسه بسته به گوش دوستان میشه تنظیمش کرد. تو دوربین هستم، فکر کنم خیلی جلو اومدم کلم نصف شده باشه. دیگه چی داره؟ کابل USB، دمشون گرم کابل USB میذارم واسه شارژ. ایکس تیری اینو نذاش، من خیلی دنبال آنر بودم، خیلی گشتم. یه روز یادمه همین برج 10 بود، اینو خریدم تازه اومد توی بازار. خیلی گشتم، یه هفته من درگیر این بودم که تا یک موسعی چی پیدا کنم که بچه‌ها معرفی کنم بخوام استفاده کنم. نداره، اینو نداره. خیلی خوبه، یعنی میتونم بگم رقابت میکنه با W1 ANC. خیلی خوبه. مدل‌های دیگه هست، من اعتماد نکردم به وان مور و امثال هم یا چیزای دیگه مثل QCY خودم تا نداشتم، ولی خب QCY T13 ANC2 رو خیلی تعریفشو شنیدم. آره ترجیحم این بود که آخر سر بین اون مدل و این W1 ANC اینو گرفتم، چون اون اصلا سیلورش پیدا نمیشد، خیلی کم بود و خیلی قیمتش بالاتر رفته بود، بخاطر اینکه اون رنگی که می‌خواستم نبود، سفیدش بود فقط. حالا کاری نداریم، ما اومدیم اینو بررسی کنیم. کابل USB و همینطور خودش که اینجا میبینید یه دونه هیلو خوشگل نوشته، اینجا سیلور میدرخشه، خودتون میبینید اینجا. بچه پسر خوشگل در رو که وا میکنیم یه چشمک میاد. حالا میگی چرا نارنجیه؟ چون شارژش کردم. من دارم یه 7-10 روز استفاده میکنم، تست گرفتم ازش، قابل قبوله همه چیش. 2 تا هندزفری گوگلی برگوری، اونایی که عاشق رنگ سیلور و سفیدن بودید بخرید. آقا من لیبلا رو خودم زدم، دوست داشتم میگم و آنباکسش کردم. بیا اینم از این. خدایی رنگ و نگاه، رنگ رو ببین چه خوشگله. نگاه خدا وکیلی، یه هیگه خوشگل نمیشه، فکر کنم جدید نداره. من اینو میذارم توی گوشم، خب بعد میام ویدیو رو پاز میکنم، صدامو از اونجا میشنم. این گوشه چپ این قفل میشه اینطوری، اینم گوشه راست. آقا یه دونه چیزم داره توش، هم ببینید خدایی. مگنتش هم تست کنم باهاتون. مگنتش رو قبل از اینکه بخوام تست صدامو بگیرم، فکر کنم صدام وصل شده، اگه بلوتوث هم وصل شده باشه. ما هم مثل دوستان اینطوری انشالله که سالمه. اینو اینطوری میکنه. چرا این کار اینطوری میکنه؟ نمیافته. اینجا یه تایپ سی میخوره دوستان
روش ماته، ببینید خط و خش روش زیاد نمیاد ولی روش سیلورش جای اصلا زیاد میمونه. بعد یه دکمه بغلش داره، این بیبی لکر که میبینید واسه ارتباطه با چی به نظرتون؟ با اپش. من با اپش زیاد حال نکردم. ببینید اپش خیلی گیر داره، مثلا حس میکنم که هنوز چون تازه اومده 4 مدل از HD W1 و ANC و مدل دیگر رو ساپورت میکنه، برای همین خوب نبود واسه شروع، باگ زیاد داشت. بریم واسه تستش. ویدیو رو پاس میکنم. درست دادم. ببینید صدا داره بیشتر از W1 ANC. خب اگه از اپش استفاده میکنید و دوست ندارید، اصلا بلد نیستید یا هنوز نصب کردید، چند ثانیه هولد کنید روی در واقع هدست سمت راست. سه حالت مختلف داره: ترانسپرنسی و نویز کانسلیشن، همینطور آفش که میتونید توی اپش حالا تغییرش بدید، فرمانش چیکار کنه، مثلا با 2 بار ضربه چیکار کنه، با 3 بار ضربه چیکار کنه. روی حالت دیفالتش زمانی که تماس میگیرید باهاش، یعنی تماس باتون میگیرن، شما 2 بار بزنید وصل میکنه، چه چپ چه راست. زمانی که موزیک گوش میدید 3 بار سمت راست بزنید میاد در موزیک بعدی، 3 بار سمت چپ بزنید میاد موزیک قبلی. و هولم که کنید چند ثانیه نگه دارید، حالتهای مختلف قرار میده. زمانی که یکی باهاتون تماس میگیره 3 بار که بزنید روش ریجکت میکنه. اینا رو میتونید تغییر بدید، همونطور که دوست دارید. هر جور که هست یه سری آپشنای اکولایزر داره که هر جور که حال میکنید باش ارتباط میگیرید میتونید تغییر بدید، اما یه سری حالتهای دیفالت داره، شما نمیتونید اون رو تغییر بدید. اگه گوشی مدل مثل سامسونگ و همسون داریم که دالبی ساپورت میکنه، حتما میتونید ازش استفاده کنید و تغییرش بدید همونجوری که دوست دارید، راش باشه، پاپ باشه، جاز باشه و همسالون. چرا من همسالون میگم؟ باید اسپش کنم. الان توی حالت نویز کانسلیشن که صدا رو خوب میگیره، قابل قبوله، ولی فکر نمی‌کنم مثل اسپای خیلی گرون قیمت باشه. مثل چی؟ مثل هواوی که من داشتم، یکی از دوستان تست گرفتم، چی بود؟ فیربادز فور آی. من ترجیح این بود که از اون استفاده کنم، ولی خب اون باتریش مقدار ضعیف بود، 210 بود. این باتریش فکر میکنم 400 باشه، 400 میلیامپر با کیس. شارژش اوکیه، من قبولش دارم. تو حالت نویز کانسلیشن باتری خوبی میده بازم وقتی روشن باشه. و آمار دقیقی هم ازش نگرفتم، ولی میدونم که من با اون استفاده که ازش دارم هر یه هفته بار میزنم توی شارژ. آره، بسته به میزان مصرفتون حتما ازش میتونید بهره بگیرید. حدود 30 ساعت فکر میکنم بهتون خروجی بده با خود کیس و میتونید ازش استفاده کنید. ولی حالتشون هم که بهتون گفتم، لمسش فوق‌العاده است، من قبول دارم. اما حالت ترانسپرنسیشه، صدا خودم رو دارم میشنم که تو میکروفون دارم صحبت میکنم، صدای اطرافم میاد، صدای خودم هم میشنم اینجوری. یعنی میخوای که واسه کسی خوبه که موقع همزمان هم حواسش باشه به صدای اطراف، میدن چی میگه، صداش میکنن صداش نمیکنن، و اینکه میخواد همزمان استفاده کنه از هدستش. به نظرم که اوکی. من تستایی که گرفتم زمانی که پشت موتور بودم، اسکارف فکر میکنم بدونید چه این آلت پیشونی بندا، من اونو میندازم، کلاه میزنم روش، نقاب کلاه هم میدم پایین، مکالمه میگیرم، فوق‌العاده است. 3 تا میکروفون راحت گوشیش داره که فوق‌العاده است. 6 تا میکروفون در واقع بهتون میده. قابلیت های فای ساوند داره، یعنی شما صدا رو با بلندی به شدت بالایی دارید میگیرید ازش. البته یه مقداری گوشخراش میشه یکی زیاد وسط کنید، ولی در علوم بیارید پایین‌تر هم واسه گوش خودتون بهتره، هم به اصطلاح آسیب نمی‌بینه گوشتون. اما اگه صدای بهتری میخواد، من پیشنهاد میکنم برید سمت انکر. حتی ممکنه مدل R50 از این کیفیت صدای به شدت بهتری تو موزیک داشته باشه، چون بیس اون فوق‌العاده. این بیسش من واقعا حال کردم باشه. من خودم کسی نیستم که موزیک دائما گوش بدم، ولی واسه کسی که عشق موزیک داره اینا به نظرم اوکی.
بعد این چیزی بهتون بگم گیمینگ مود داره واسه فوق العاده است واسه اونایی که گیمرن و گوشی بازی میکنن. به نظرم گزینه خوبی میتونه باشه واسه اونایی که مکالمه میخوان استفاده کنن اوکیه. اما کسایی که کاملا میخوان وقتشون واسه چیز بذارن، موزیک بذارن و گوش بدن، به نظرم بهتره که از مدل دیگه استفاده کنن، اما قابل قبول هستش. یعنی شما یه چیزی بخواید که هم به اصطلاح میکروفون خوبی داشته، مکالمه خوبی داشته باشه، هم گیمینگ مود داشته باشه، هم نویز کانسلیشن داشته باشه و اینکه اپ داشته باشه. تو رنج 500 قیمت من خریدم، یکو 600، الان دور بر 2200 تو سایت ها دیدم. به نظرم مدل خوبیه، یعنی واسه شروع خیلی خوبه. شما هزینه‌ای که دارید میکنید بابت این هدست قابل قبوله. من تا الان لذت بردم، فقط یه مقدار اپش من اذیت کرد، اما تو این نسخه بعدش اوکی بود. حالا اپش هم براتون یه ویدیو میگیرم میذارم به چه صورت کانکت میشن، چجوری واسه میشه قابلیت‌ها خدمتتون نشون میدم. مرسی که بودید با ما، دمتون گرم. مرسی بکس دوست داشتنی.